به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، چند پیش پیمان ملی تاجیکستان یک بسته 10 گانه پیشنهادهای خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان در موضوع پیشگیری از ضررهای کرونا ویروس یا بحرانی که مربوط به کرونا ویروس است پیشنهاد کرده بود. این بسته پیشنهادهای ما در اساس پیشنهادها و فکر و اندیشه کارشناسان و مردم که در شبکه‌ها گفته بودند ترتیب داده شد و ما از بین شماره خیلی زیادی پیشنهادها تنها 10 پیشنهادی را انتخاب کردیم که از نگاه ما آنها خیلی مهم و فوری هستند و همزمان حکومت جمهوری تاجیکستان با اون امکانیت‌های مالی، تکنیکی و کادری که دارد از عهده اجرایش آنها برآمده میتواند. اما در دوام این یک تقریبا 2 هفته از روزی اون پیشنهادها دیده ایستادیم که متاسفانه نه تنها پیشنهادهای پیمان ملی تاجیکستان، پیشنهادهای کارشناسان و جامعه جهانی، حتی سازمان جهانی بهداشت جدی گرفته نمی شود. حکومت جمهوری تاجیکستان طرز رفتار میکند که در کشور هیچ گونه بحران نیست، هیچ ویروسی نیست و تنها یک عده از کسانی هستند که به طور مخصوص پانیک را با وجود میارند و اونها هدفهای خود را دنبالگیری میکنند. ما بعد از این مشاهده 2 هفته‌ای از پیشنهاد اون بسته 10 گانه پیشنهادها و نظارت رفتار حکومت به خلاصه آمدیم که باید پیشنهادها را کمی مشخص‌تر کرد و از حکومت قاطعانه طلب کرد که چاره‌های فوری بیاندیشد. زیرا اگر ما بگیم که ما اپوزیسیون هستیم در بیرون و هر چقدر که حکومت اشتباه کند همون قدر به نفع اپوزیسیون هست و بحرانی خودش رو بیشتر میکند، این یک موقع گیری بسیار فرصت طلبانه می بود و ملت ما، کشور ما از این وضعیت، از این بحران اذیتی بیشتر می شود. من بعد از اون که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان رو در جلسه اولی مجلس ملی تاجیکستان خواندم، احساس کردم و خلاصه من این شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا واقعا خبر ندارد که در جهان چی میگذرد، در داخل کشور چی میگذرد، یا خبر دارد ولی عمدن به طور مخصوص مردم را در یک حالت بیخبری قرار میدهد، فریب میکند و جامعه را به سمت دیگر میبرد. و در چنین شرایط تنها گذاشتن مردم، ملت و کشور بسیار یک سیاست یا موقعی بی‌مسئولیتانه می بود، چه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و چه از طرف مخالفین. بنابراین همین من پیشترم در صحبت چند روز قبل گفتم که ما با نظرداشت تمام این وضعیت عامل‌ها خلاصه آمدیم که این حکومت اصلاح شونده نیست، اما تا وقتی که اون ساعت در رسد و مردم خودش بتواند این گروه را از سر قدرت بیرون کند، بالاخره این مردم باید زندگی کنند، این کشور باید وجود داشته باشد و باید یک گروه او را اداره کنند و نمیشود ما منتظر اون ساعت بمانیم و مردم اذیت شوند، اقتصاد بیشتر رو به فلج شوی بیارد. ما باید کار را انجام بدهیم. اون چیزی که الان من یک پیشنهاد دیگر میکنم هم برای حکومت جمهوری تاجیکستان، بخصوص برای شخص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، و امید دارم که جامعه آن را جدی خواهد گرفت و اطرافش بحث خواهد کرد. اینم اون است که با نظر داشت آن که بحران آینده تاجیکستان به مسائل اقتصادی اجتماعی بیشتر ربط دارد، نه به خود مریضی و خود کرونا ویروس. شاید که برای تاجیکستان چندان ضرری نداشته باشد، ضررش از لحاظ طبی البته برابر کشورهای دیگر است، اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بیشترین ضربه را به تاجیکستان خواهد زد، برای آنکه تاجیکستان ما یکم که سرچشمه‌های بزرگ مالی ندارد، ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز و دیگر
موادی که زود درآمد میدهند اونها را ندارد. ما بیشتر از 2 میلیون مهاجر داریم که اونها از جای کار محروم میشوند و از همه بدترش ما یک رهبریت، یک پرزیدنت داریم که یا خبر ندارد یا خود را به نادانی میزند. بنابر همین من به خلاصه آمدم که در این شب و روز برای کمتر کردن فشار، برای کمتر کردن تاثیر بحران اقتصادی، بهترین راه این می بود که بلاک اقتصادی حکومت را، وزارت‌های اقتصاد، مالیه، بانک ملی، وزارت خارجگی قشلاق و حتی وزارت تندرستی را هم که در این شب و روز یکی از وزارت‌های مرکزی و مسئول کشور شده است، از دایره صلاحیت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید بیرون کرد و آن را داد در اختیار سروزیر جمهوری تاجیکستان. چرا من این پیشنهاد را میکنم و چرا فکر میکنم که این میتواند در کوتاه مدت به نفع جمهوری تاجیکستان باشد؟ برای آنکه اولش گفتم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا دانش کافی اقتصادی ندارد، تفکرش اساسا تفکر اقتصادی نیست. از طرف دیگر سروزیر جمهوری تاجیکستان، چون در تمام دنیا وظیفه اولین سروزیرها این حل و فصل مشکلات اقتصادی اجتماعی هست، هم تجربه مدیریت یک ولایت را دارد و از روی آن شنیده ها و خوانده هایی که از رسانه ها میدانیم میگن که متخصصی چندان بده در ساحه اقتصادیات نیست. البته متاسفانه دانش من هم درباره سروزیر کشور قاهر رسولزاده از اون داده های مطبوعات و کارشناسان بیشتر نیست، چون من نه سخنرانی فکری و برنامه‌ای او را همچون سروزیر کشور تا حال نشنیدم، اما به هر صورت فکر میکنم که او در مسائل اقتصادی خیلی به مراتب بهتر و بیشتر از پرزیدنت امامعلی رحمان میفهمد. بنابر همین من معتقدم، باور دارم که اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در غم ملت و کشور باشد، حتما با یک قراری مخصوص خود همچون رئیس حکومت یا همچون پرزیدنت با یک امر پرزیدنتی صلاحیت‌های بلاک اقتصادی را به دوش سروزیر بگذارد و الان هم که پسرش را نفر دوم کشور کرد، من فکر میکنم دیگر مطمئن است که سروزیر تاجیکستان با اون صلاحیت‌های بیشتری که میگیرد در فکر قدرت را به دست گرفتن نخواهد بود، چون در هر صورت فرزند خودش دیگر نفر دیوم هست و او بعد از آنکه رحمان دیگر کارناشایم شد یا مریض شد به طور اتوماتیک رئیس جمهور خواهد بود، البته اگر تا اون روز ملت و شرایط به او این اجازت را بدهد. و فکر میکنم که سروزیر تاجیکستان هم با قبول کردن مسئولیت بیشتر، صلاحیت‌های بیشتر، دیگر همچون سروزیر کار کند، چون الان سروزیر تاجیکستان مثل سروزیر دیگر کشورها نیست، اونم مثل دیگر وزیرها هست با یک نام بیشتر، اما نه صلاحیت دارد، نه قدرت دارد و نه بودجه در اختیارش است. و اگر که فکرهای خوب اقتصادی هم داشته باشد، من فکر میکنم با این شرایط اون نمیتواند آنها را عملی کند. و دوستان عزیز، چرا من میگم که اصلا چرا این پیشنهاد با وجود آمد؟ چرا من اعتقاد دارم که دیگر پرزیدنت امامعلی رحمان صلاحیت مدیریت بحران اقتصادی کشور را ندارد. شما تصور کنید در همین 2-3 هفته آخر که تمام دنیا حکومت ها برنامه های اقتصادی خود را برای یک دوره 3 ماهه پیشنهاد کردند که وظیفه حکومت چی هست، حکومت چی آمادگی دارد و چی کار باید کند و از مردم تنها خواهش کردند که شما توصیه های بهداشتی متخصصین را رعایت کنید. اما در تاجیکستان کاملا برعکس، پرزیدنت رحمان در چند سخنرانیش کاملا یک سیاست‌های نصیحت‌گرایانه مثل یک رئیس محله، مثل یک بابا کلان عائله که پسرم مثلا ذخیره 2 ساله کنید، دستاتون رو بشویید و پیرانسالان از خانه بیرون نروند، اما نه همچون یک رهبر دولت، نه همچون رئیس حکومت و نه همچون یک نفری که برنامه اقتصادی دارد برای کمک به ملت و مردمش برآمد نکرد. و این معنی را دارد که یا درک نمی کند، یا نمیفهمد، یا خود را به نادانی میزند و تمام مسئولیت را گذاشته است به دوش ملت و مردم که مردم خودش باید ذخیره کند، مردم باید خودش کار کند، اما معلوم نیست که پرزیدنت چی کار باید کند غیر از رقص و بازی، غیر از تماشا و سیر و گشت در
پارک گلهای لاله که اون هم همگی یک روز دو روز وجود داشتند، با اولین برف میلیون ها دلار هم از بین رفت. و شما تصور کنید که تنها با اون سخنی که گفت 2 ساله ذخیره کنید چقدر وضع بازارها رو به هم زد. یک انسانی که تفکر اقتصادی دارد، نگاه اقتصادی و رشد دارد، هیچگاه این حرف رو به ملت نمیزند که مردم بیاید شما برای 2 سال خودتان مواد خوراکه ذخیره کنید. اولش این که برای آن فهمیدن لازم، درک اقتصادی داشتن لازم که آیا برای 2 ساله ذخیره مردم تاجیکستان در بازار مواد هست؟ حالا بالفرض که این مواد وجود دارد، آیا مردم تاجیکستان برای ذخیره کردن 2 سالهشون پول دارند؟ و بالفرض که اگر پول هم پیدا کردن، آیا امکان دارد که یک انسان، یک خانواده، یک دهه برای ذخیره کردن 2 ساله مواد خوراکه جای نگهداری آن رو داشته باشد؟ طبیعی است که هیچ کدامی از اینها وجود ندارد. نه در بازار تاجیکستان برای 2 ساله ذخیره مواد غذایی هست، نه مردم تاجیکستان اونقدر پول دارند که حتی یک ماهشون را هم تأمین کردن نمیتونن، و نه امکانیت است که این 2 ساله ذخیره ها را مردم در جای نگهداری کنند تا اینکه نپوسد، فاسد نشود. این همه بیانگر آن هست که امام علی رحمان از واقعیت کاملا دور رفته است. اصلا نمیداند که مردم در کدام شرایط زندگی دارند و از عادی ترین قاعده های یا که فرموله های علمی اقتصادیات خبر ندارد و اون نمیداند که اگر مردم بیاد 2 ساله اون طرف ایستد، اگر 1 ماه ذخیره خوراکشان را از بازار خریداری کنند، در بازارها اصلا یگان چیز نمیماند و نرخ‌ها چند برابر بیشتر می شود. الان که به این هم نرخ بازارها بعد این سخن پرزیدنت یک باره بالا رفت و در آینده بالاتر خواهد رفت، چون احساس می شود که واردات به تاجیکستان کم می شود، مالها کمتر می شوند، استحصالات داخلی کم است و بنابر همین من باز هم تکرار میکنم پیشنهاد خود را که اول اینکه حالا پرزیدنت رحمانوف پیشنهاد ما را قبول نکرد که یک ستاد ملی تشکیل شود و خودش رهبریت را و مسئولیت را به دوش بگیرد. حالا خودش را از این مسئولیت ملت کنار گذاشته است. اقلا این ستاد تشکیل شود، تمام نیازهای دولتی به خصوص بلاک اقتصادی به طور ستادینه عمل کنند و مدیریت آن را به یک نفری کاردان یا به یک گروهی کاردان که مسائل اقتصادی را خوب میفهمند مثل سروزیر، و اگر به سروزیر اعتماد ندارد یک نفر دیگر از معاونین سروزیر با دادن صلاحیت‌های پوره برای مدیریت بلاک اقتصادی در اختیار اینها بگذارد تا اینکه در این مدت چند ماهه کشور از این بحران بیرون بشود و ما بعداً ببینیم که آینده کشور چگونه خواهد بود. اگر این پیشنهاد ما قابل قبول نیست، با هر دلیل آن را حکومت رد میکند یا کارشناسان رد میکنند، من خواهش میکنم که پیشنهادهای خود را بهتر از این به حکومت، به جامعه پیشنهاد کنند. به خصوص حکومت تاجیکستان بیاید برنامه مشخصی خود را به ملت پیشنهاد کند که در این 3 ماه 4 ماه آینده چیکار خواهد کرد. آیا انداز مردم پایین تر می رود؟ آیا راه دوشنبه چناق را بی پول می کند؟ آیا من نمیدونم مردم را، ملت را، صاحبکاران را از انداز کاملا از پرداخت ها آزاد می کند؟ آیا سطح جریمه و پرداخت ها و اندازها و گمرک اینها را پایان میبرد؟ به هر یک صاحبکار که بیزنس خود را از دست میدهد یا ضعیف میشود در نتیجه این بحران اقتصادی، حکومت چه برنامه دارد؟ چقدر کمک یک دفعی نمیکند؟ چقدر سوبسیدی میکند؟ تمام حکومت ها این کار را کردند بغیر از حکومت جمهوری تاجیکستان. من پیشترم گفتم که برای اعتراف این بحران، وضعیت و وجود کرونا ویروس در تاجیکستان باید جرأت داشت، جسارت داشت و اراده سیاسی داشت. معلوم است که این در امام علی رحمان الان وجود ندارد که جسارت کند، جرأت نشان بدهد، این وجود کرونا ویروس را اعتراف کند. خب خیلی خوب، حالا که این جرأت را ندارد، اقلا مسئولیت خود را همچون پرزیدنت، همچون رهبری حکومت انجام بدهید، به مردم بگوید که از لحاظ اقتصادی حکومت چه برنامه دارد، چه کارها را کردن میتوانید در 2 ماه 3 ماه، تا اینکه مردم مشخص شود 2 ماه 3 ماه خود را برنامه ریزی کنند و این پانیک و نامعینی در بازار، در حیات مردم با وجود نآید. مطمئن باشید که اگر در تاجیکستان
پانیک با وجود میاد، قیمت شوی نرخ ها با وجود میاد، نامعینی با وجود میاد. این از نوشته های رسانه ها، از گفته اپوزیسیون نیست، این از رفتار، از سیاست ها و از برنامه های حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص رهبری آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد. بنابراین من امید دارم که این پیشنهاد ما جدی گرفته می شود، اطرافش فکر می شود و باوری داریم که اگر عملی شود کشور ما حداقل این بحران آینده را با ضررهای کمتر پسی سر خواهد کرد. تا صحبت های بعدی شما را به پروردگار یکتا می سپارم.